اتانول مولکولی که از چند تا اتم کربن ساخته شده و عاملیه برای مستی ما، چیزی که مردم اونو معمولاً به اسم الکل میشناسن. اتانول یه عنصر فعال توی نوشیدنی‌های الکلیه. الکل به اتانول اجازه میده تا بتونه دزدکی بین قشاها حرکت کنه و روی گره‌های عصبی مختلف جا خوش کنه و همین ماجرا باعث میشه که اثرات خیلی بیشتری نسبت به بقیه مولکول‌های سنگین توی بدن داشته باشه. اما این مولکول چجوری باعث مستی میشه و اصلا چرا تأثیرش رو آدم‌های مختلف فرق میکنه؟ برای پاسخ به همه این سوالا باید الکل رو توی سفرش درون بدن دنبال کنیم. الکل اول از همه توی معده فرود میاد و به وسیله دستگاه گوارش خصوصا روده کوچیک جذب خون میشه. البته اینکه چی داخل معدتون باشه روی جذب الکل به خون تاثیر میذاره. علتش هم اینه که بعد از خوردن غذا یه دریچه عضلانی به اسم اسفنکتر پیلوریک که معده رو به روده متصل میکنه بسته میشه. بنابراین الکلی که بعد از یه وعده غذایی سنگین جذب بدن میشه تقریبا 1/4 همون مقداره اگر با یه معده خالی خورده بودیمش. الکل از طریق خون به اندام‌های مختلف بدن میره، به خصوص اونهایی که جریان خون بیشتری واردشون میشه، یعنی کبد و مغز. اول میره سراغ کبد و آنزیم‌های کبدی مولکول‌های الکل رو توی 2 مرحله تجزیه میکنن. توی اولین قدم آنزیم ADH الکل رو به چیزی تبدیل میکنه به اسم استالدهید که سمیه. توی قدم بعدی یه آنزیم به اسم ALDH استالدهید سمی رو به استالدهید غیر سمی تبدیل میکنه. به وسیله گردش خون توی کبد کم کم تاثیر الکل از بین میره. اما این فقط یه بخش از کاهش تاثیر الکل توی بدنه و بخش زیادی از این الکل سراغ مغز و بقیه اندام‌ها رفته. میزان حساسیت مغز ما با تغییرات احساساتی و عملکردهای شناختی و رفتاری که بعد از مصرف الکل از خودمون نشون میدیم یا به زبون ساده بهش مستی میگیم ارتباط داره. الکل توی اولین قدم میزان انتقال دهنده عصبی گابا رو افزایش میده و انتقال دهنده عصبی گلوتامات رو کم میکنه و این تغییرات باعث کاهش ارتباط نورون‌ها با همدیگه میشه و به همین دلیل مصرف متوسط الکل باعث احساس آرامش توی فرد میشه. مقدارش که بیشتر بشه ممکنه حتی طرف خوابش ببره و وقتی مصرف مقدارهای سمی برسه حتی ممکنه مغز جلوی فعالیت‌های ضروری برای زنده موندن رو هم بگیره. علاوه بر این الکل میتونه یه گروه کوچیک از نورون‌ها رو هم تحریک کنه. نورون‌هایی که بین مغز میانی و هسته آکومبانس مغز قرار گرفته. منطقه‌ای که نقش مهمی توی انگیزش داره. و مثل همه مواد اعتیادآور الکل میتونه یه حجم از دوپامین رو توی هسته آکومبانس مغز را بندازه، چیزی که باعث تجربه لذت توسط فرد میشه. الکل تازه میتونه باعث ساخته شدن و ترشح اندورفین توی بعضی از نورون‌ها هم بشه. اندورفین عاملیه که موقع استرس و خطر باعث آرامش ما میشه و در نتیجه افزایش مقدار اندورفین احساس رضایت، آرامش و سرخوشی رو همراه با مصرف الکل برامون برمقام میاره. آخر ماجرا همونطور که الکل توسط کبد تجزیه شد، مغز هم کم کم اون رو جذب میکنه و مستی به مرور از بین میره. تفاوت‌های فردی تو هر نقطه از این مسیر میتونه باعث بشه که اثرات مستی خودش رو بیشتر یا کمتر نشون بده. مثلا مرد و زنی که با وزن یکسان مقدار یکسانی از الکل رو توی یه وعده غذایی مشابه همدیگه میخورن، ممکنه غلظت الکل خون یا BAC متفاوتی داشته باشن و علت این قضیه هم میتونه این باشه که عمدتاً خانم‌ها مقدار خون کمتری نسبت به آقایون دارن. اونها درصد چربی بالاتری دارن و در مقایسه با مردا نیاز کمتری به خون توی ماهیچه‌هاشون حس میشه. معنی این قضیه اینه که مقدار ثابتی از الکل داره توی حجم کمتری از خون جابجا میشه و این باعث میشه که غلظت الکل توی خون خانم‌ها بیشتر باشه. تفاوت‌های ژنتیکی توی فرآیند تجزیه الکل توسط آنزیم‌های کبدی هم میتونه بر مقدار غلظت الکل در خون تاثیرگذار باشه. نوشیدن مرتب الکل هم میتونه باعث بشه که این آنزیم‌ها بیشتر تولید بشن و در نتیجه باعث ایجاد تحمل بشه. البته از طرف دیگه نوشیدن مداوم الکل توی طولانی مدت میتونه خطراتی هم به همراه داشته باشه و میتونه برای کبد بسیار مخرب باشه. علاوه بر اینها تفاوت‌های ژنتیکی توی انتقالات دوپامین، گابا و اندورفین میتونه روی ریسک اختلال‌های مرتبط با مصرف الکل تاثیرگذار باشه. این وسط افرادی هم هستن که به طور طبیعی اندورفین یا دوپامینشون پایینه و دست به نوشیدن الکل برای خود درمانی میزنن. بعضی از افراد هم چون گیرنده‌های اندورفینشون حساسیت بیشتری داره و مصرف الکل بهشون بیشتر کیف میده، ریسک بالاتری توی مصرف بیش از حد الکل دارن. بعضی از افراد هم گیرنده‌های گابای متفاوتی دارن و در برابر اثرات آرامبخش الکل حساس ترن، چیزی که باعث میشه اونها در برابر اختلالات مربوط به نوشیدن الکل ریسک کمتری رو تجربه کنن.
به مرور که ماجرا جلوتر میره مغز ما با مصرف مزمن الکل سازگار میشه و این کار رو از طریق کاهش انتقال دهنده گابا، سروتونین و اندورفین و افزایش انتقال دهنده گلوتامات انجام میده. این یعنی افرادی که منظم الکل مصرف میکردن دچار اضطراب و مشکلات خواب میشن و از نوشیدن همون مقدار سابق الکل دیگه لذت کافی رو نمیبرن. این تغییرات ساختاری و عملکردی باعث تجربه اختلال در مصرف الکل میشه، به طوری که موقعی که مصرف میکنیم حالمون نرماله و وقتی که الکل مصرف نکنیم احساس ناراحتی میکنیم، چیزی که یه چرخه معیوب رو میسازه. بنابراین هم ژنتیک و هم مصرف‌های قبلی روی تجربه فرد از مصرف الکل تأثیر گذاره و این یعنی بعضی از افراد نسبت به بقیه مستعدترن تا الگوهای خاصی از نوشیدن رو داشته باشن و همچنین تاریخچه مصرف الکل هر فرد باعث تغییرات متفاوت عصبی و رفتاری